أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و دوستداران زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب صرف 10 درس گرفتیم و امروز و حالا درس 11 را به سمع شما برادران و دوستان خواهیم رسانید. و درس گذشته ما و شما درباره آن فعل جهد بود. یعنی فعل جهد در اول فعل مضارعی که لم می دراید 14 صیغه معلوم فعل جهد و 14 صیغه مجهول فعل جهد رو درس گذشته گرفته بودیم و امروز میگذاریم به فعل نفی، معلوم فعل نفی. اگر وقت فرصت داد میگذاریم به معلوم فعل مجهول فعل نفی. و درس‌های گذشته ما و شما گفته بودیم که از مصدر 12 چیز اشتقاق کرده میشد. یکمش فعل ماضی، این را گرفتیم. فعل مضارع گرفتیمش، اسم فاعل گرفتیم و اسم مفعول گرفتیم و فعل جهد گرفتیم و فعل نفی را امروز با فضل و کرم الله تبارک و تعالی خواهیم گرفت. صاحب کتاب بدان میگوید معلوم فعل نفی را نیز 14 مثال است. معلوم فعل نفی همچنین 14 مثال دارد، به مثل که فعل جهد داشت یا فعل مضارع داشت یا فعل ماضی داشت. 6 غایب را بود و 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود. همگی 14 تا شد. آن 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. 3 تاش مذکر است و 3 تا مؤنث غایب. یعنی آن 3 که مذکر را بود لا یضربو، نمیزند و مد در زمان آینده. صیغه واحد مذکر غایبی معلوم فعل نفی. ببینید لا یضربو، لا که در آمد لای نفیه، لای نافیهش میگن فعل نفی ده. لا یگون تأثیر نمیگذارد. ما میگفتیم که یضربو، لا را آورده میشه و لا یضربو یگون تأثیر نشد. اما باید لای دیگر داریم که لای ناهیه میگد بعد میآید، اون تأثیر میگذارد و مثل لم، یعنی که بگیم حرکت از بین میبرد یا عامل میشود. اما این لا هیچ عمل نمیکند. لا یضربو میگفتیم، یضربو میگفتیم، لای نافیه را بیاریم همون یضربو میایستد، آخرش ضمه. تا آخرش دیگر یکون دیگه تغییر نمیتیم. ببینید میگوید که لا یضربو، نمیزند و مرد در زمان آینده. صیغه واحد مذکر غایبی معلوم فعل نفی. لا یضربانی، نمیزند، نون حذف نکردیم برای عمل ندارد. لا یگون تأثیر گذاشته نمیتوند در فعل. لای نافیه. لا یضربانی، نمیزنند ایشان 2 مرد در زمان آینده. صیغه تثنیه مذکر غائبین معلوم فعل نفی. اینها همش چی هستن گفتیم؟ معلوم هستن. لا یضربون، همچنین نون در جاش می ایستد، برای لا تأثیر نمی کند. نمیزنند ایشان همه مردان در زمان آینده. صیغه جمع مذکر غائبین معلوم فعل نفی. پس این 3 تا برای غائب بود مذکر. میگد اون 3 که مؤنث را بود لا تضربو، نمیزند و زن در زمان آینده. صیغه واحده مؤنث غائبه معلوم فعل نفی. لا تضربانی، نمیزنند ایشان 2 زن در زمان آینده. صیغه تثنیه مؤنث غائبتین معلوم فعل نفی. لا یضربن، نمیزنند ایشان همه زنان در زمان آینده. صیغه جمع مؤنث غائباتی معلوم فعل نفی. پس این شد 6 صیغه غائبی مذکر و مؤنث. اکنون میگد که آن 6 که مخاطب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. آن 3 که مذکر را بود لا تضربو، نمیزنی تو مرد در زمان آینده. صيغه واحد مذکر مخاطب معلوم فعل نفی.
لا تضربانی نمیزنید شما دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر مخاطبینی معلوم فعل نفی. لا تضربون نمیزنید شما همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر مخاطبینی معلوم فعل نفی. این بود سه صیغه مخاطب مذکر. میگه که آن سه کی مؤنث را بود لا تضربین نمیزنی تو زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل نفی. لا تضربانی نمیزنید شما دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین معلوم فعل نفی. لا تضربین نمیزنید شما همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث مخاطباتی معلوم فعل نفی. پس این سه صیغه مخاطب مؤنث، همگی 6 صیغه مخاطب مؤنث را گرفتیم، 12 تا شد، 2 تا دیگرش ماند. میگه آن دو کی حکایت نفس را بود لا اضربو نمیزنم من مرد یا زن، یعنی مرد زن یک خیل میگوید در زمان آینده صیغه واحد متکلمی معلوم فعل نفی. لا نضربو نمیزنیم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده صیغه متکلمی مع الغیر معلوم فعل نفی. پس این شد 14 صیغه معلومی فعل نفی. فعل نفی در اول گفتیم لا میدروید که اون لا یکون تاثیر ندارد، لای نافیه میگن، لای نافیه در فعل تاثیر نمیکند. انا اکنون میگذاریم در مجهول فعل نهی، مجهول فعل نفی. 14 معلومش رو گرفتیم و میگیریم 14 مجهول فعل نفی رو. میگوید که اگر خواهی که معلوم فعل نفی رو، اگر خواهی که معلوم فعل نفی رو مجهول کنی ما قبل اخیر رو فتح کن. رنگی که در فعل مضارع میکردیم همون کارا را گفته است، فقط تکرار اومده است. فتح کن میگه ما قبل اخیر رو، و حرف مضارعت رو دم کن تا لا یضربو لا یضربو شود. یضربو بود، ما قبل آخر رو فتح کردیم یضربو شد و حرف مضارعت رو دم کردیم یضربو شد. پس معلوم مجهول شد. لا را که موندیم لا یضربو مجهول فعلی نفی شد. میگه که مجهول فعل نفی رو نیز 14 مثال است. 6 غایب را بود و 6 مخاطب را بود و 2 حکایت نفس را بود. آن 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. و آن 3 که مذکر را بود لا یضربو، گفتم این لا یگان تاثیر نمیگذارد، لا یضربو آخرش ضمه می شود. لا یضربو زده نمی شود وای مرد، زده نمی شود برای مجهول است، همینطور ترجمهش میکنیم زده نمی شود. لا یضربو دا گفتیم که نمی زند. لا یضربو دا میگیم زده نمی شود. لا یضربو یعنی که زده نمی شود وای مرد در زمان آینده. صیغه واحد مذکر غایبی مجهولی فعلی نفی، این مجهول است. یضربو مجهول فعلی نفی است. لا یضربان زده نمی شوند ایشان یعنی ویها 2 مرد در زمان آینده. صیغه تثنیه مذکری غایبینی مجهول فعلی نفی. لا یضربون زده نمی شوند ایشان همه مردان در زمان آینده. صیغه جمع مذکر غایبینی مجهول، جمع مذکر غایبینی مجهول فعلی نفی. آن 3 کی این 3 تا برای غایب بوده که با برای مخاطب دو میگذارد. میگه آن 3 کی مؤنث را بود، اون 3 کی برای غایبی مؤنث است، برای غایبی مؤنث دو میگذارد. میگه که اون 3 کی برای غایبی مؤنث است. لا تضربو زده نمی شود و زن در زمان آینده. صیغه واحده ای مؤنث غایبه مجهول فعلی نفی. لا تضربانی زده نمی شوند ایشان
دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنثی غائبتین مجهول فعلی نفی. لا یضربن زده نمی شوند ایشان همه زنان، یعنی جماعت زنان از دک زیاد، در زمان آینده صیغه جمع مؤنث غائباتی مجهول فعلی نفی. پس این برای غایب بود. 6 تا غایب رو گرفتیم. اکنون میگه که آن 6 که مخاطب را بود، با 6 تا دیگهش که برای مخاطب است گفت، میگه که 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. 3 تاش برای مذکر است، 3 تاش برای مؤنث. آن 3 که مذکر را بود لا تضربو، 3 تا که برای مذکر میگه لا تضربو مفردش یکمش، زده نمیشوی، لا تضربو زده نمیشوی تو مرد در زمان آینده، صیغه واحد مذکری مخاطبی مجهول فعلی نفی. لا تضربانی زده نمیشوید شما دو مرد در زمان آینده، صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعلی نفی. لا تضربون زده نمیشوید شما همه مردان در زمان آینده، صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعلی نفی. پس این 3 تا برای مذکر بود، مذکر مخاطب. باز مگذرد 3 تا مؤنث مخاطب مجهول. میگه که آن 3 که مؤنث را بود، آن 3 تا که برای مجهول فعل مؤنث مخاطب است، میگه لا تضربین زده نمیشوی تو زن در زمان آینده، صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول فعل نفی. لا تضربانی زده نمیشود، لا تضربانی زده نمیشود شما دو زن، زده نمیشود شما دو زن در زمان آینده، صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعلی نفی. اینجا زده نمیشود نمید، زده نمیشوید شما دو زن، نمیشود کردگی است، خوبترش نمیشوید بگوید خوب است. لا تضربانی یعنی زده نمیشوید شما دو زن در زمان آینده، صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعلی نفی. لا تضربن زده نمیشوید شما همه زنان در زمان آینده، صیغه جمع مؤنث مخاطباتی مجهول فعلی نفی. پس این 6 صیغه مخاطب شم همچنین خلاص شد. 6 صیغه مخاطب، 6 صیغه غایب، 12 تشید. اکنون 2 تا دیگرش مونده است. میگه که آن 2 که حکایت نفس را بود لا اضربو، یعنی زده نمیشوم من مرد یا زن در زمان آینده، صیغه واحد متکلمی مجهول فعلی نفی. لا نضربو یعنی زده نمیشویم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده، صیغه متکلمی مع الغیر مجهول فعلی نفی. پس این بود 14 صیغه مجهول فعلی نفی. و تا به اینجا ما و شما 6 صیغه 14 صیغه معلوم فعل نفی را گرفتیم و همچنین 14 صیغه مجهول فعل نفی را گرفتیم. یک بار به ترتیب میگویم، خوب دقت بتید. در اول فعل نفی لا میدارد، ایرا لا لای نافیهش میگوین. این عمل ندارد، یکان تأثیر نمیگذارد. چطوره که لم تأثیر میگذاشت که حرکت نون حذف میکرد، اینجا این تأثیر نمیگذارد. دیاتون بگیرید، لای نافیه تأثیر ندارد. خب گوش کنید. میگه که لا یضربو، اول معلومی فعل نفی رو میگیم، 14 معلومی فعل نفی رو. میگه که لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربون، لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربن، لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربون، لا تضربین، لا تضربانی، لا تضربن، لا اضربو، لا نضربو. این شید 6 صیغه، این شید 14 صیغه معلومی فعلی نفی. اکنون میگیریم 14 صیغه مجهول فعلی نفی رو. میگه که لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربون، لا تضربو، لا تضربانی،
لا يضربن. لا تضربوا لا تضرباني لا تضربون لا تضربين لا تضرباني لا تضربن. لا اضرب لا نضرب. پس این شید 14 صیغه مجهول فعلی نفی. پس این 14 صیغه معلوم رو قطعی مجهول شما در دفتر بنویسید. پس غایب رو از مخاطب و متکلم جدا کنید، مفرد و مثنی و جمع رو همچنین جدا کنید، مذکر و مؤنث رو همچنین جدا کنید، در دفتر خوش رو کرده بنویسید و بعد تکرار حفظ کنید و بسیار بگویید تا اینکه زبانتون عادت بکند. پس این بود درس امروزه ما و شما، درس 11 و درس 11 رو در اینجا به پایان میرسونیم. تا درس 12 یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم که درس 12 از امر شروع میکنیم که امر چه حال و احوال دارد ان شاء الله. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.